وضع سلامتی دلیر امامعلی روزنامه‌نگار مشهور تاجیک در بازداشتگاه بد شده است. بر اثر صدمه نقلیات در راه دوشنبه حصار یک خانم ساکن شهر حصار با دو کودک خردسالش هلاک شدند. با وجود تهدیدهای نظامی چین، هیئت کنگره‌ای آمریکا وارد تایوان شد. تنیس ورز تاجیک در پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی نایب قهرمان شد. دلیر امامعلی روزنامه‌نگار مشهور تاجیک که در بازداشتگاه قرار دارد، سلامتیش بد شده است و از نفس تنگی اذیت می‌کشیده است. با اطلاع رادیوی آزادی، شادیگل بابیه مادر دلیر امامعلی برای پسرش روزی گذشته به بازداشتگاه دارو برده است. زیتونه عنایتووا همسر دلیر گفته است روز 14 آگوست برای ملاقات با شوهرش به نزد وکیل مدافع رفته است، ولی از بس که سندها آماده نبودند نتوانسته وارد بازداشتگاه شود. آخرین بار او را روز 28 ایول دیده‌اند که آن زمان وضع سلامتیش چندان خوب نبوده است. دلیر امامعلی از جمله 3 ژورنالیست تاجیک است که ماه ایون با اتهام رسانیدن خبر دروغ و نسپردن انداز بازداشت شد. در تاجیکستان در 3 ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شده‌اند. چندین خبرنگار دیگر میگویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن کامپیوتری آنها مصادره شده است و خودشان هشدار گرفته‌اند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات تاجیکستان به این پاسخ نداده‌اند. بر اثر صدمه نقلیات در راه دوشنبه حصار یک خانم ساکن شهر حصار با 2 کودک خردسالش هلاک شدند. این حادثه شام 14 آگوست رخ داده است. گفته می شود راننده اتومبیل تمغه تویوتا کمری ساکن 24 ساله ناهی رودکی در دهه مهرآباد، زن 27 ساله ساکن محلی و 2 پسرش، یکی 4 ساله و دیگری حالا 1 ساله نشده او را با اتومبیلش پخش کرده است. از جراحت‌های برداشته زن در جای حادثه و فرزندانش در بیمارستان به هلاکت رسیده‌اند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی جمهوری، در ظرف 6 ماه سال روان در قلمرو کشور 482 حادثه صدمه نقلیات به قید گرفته شده، بر اثر آنها 180 نفر شهروندان هلاک و 509 نفر جراحت‌های گوناگون برداشته‌اند. با وجود واکنش‌های شدید دولت چین علیه سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، هیئت از نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا به منظور دیدار 2 روزه وارد تایوان شدند. نزدیک به 2 هفته پیش نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرده بود. این سفر با اعتراض و انتقاد شدید پکن روبرو شد و دولت چین یک مانور بزرگ هوایی و بحری در اطراف تایوان برگزار کرد. حالا دوباره یک هیئت آمریکایی شامل نمایندگان کنگره آمریکا به تایوان سفر کرده است. وزارت خارجه تایوان در تایپی روز یکشنبه 14 آگوست اعلام کرد که یک هیئت 5 نفره به سرپرستی سناتور دموکرات اد مارکی به منظور یک دیدار 2 روزه وارد تایپی شده است. چین تایوان را بخش از خاک خود می‌داند و به همین دلیل روابط جداگانه دیگر کشورها با تایوان را نمی‌پذیرد. اما جمهوری دموکراتیک تایوان مدت هاست که خود را کشور مستقل می‌داند. تنیس ورز معیوب تاجیک در 5مین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به نشان نقره دست یافت. کاترینا ایشانکو در 2 بخش به ورزشکاران ایران غلبه کرد، اما برابر نسلیخان کاوش ورزشکار ترکیه نتیجه را واگذار کرد و به مقام دوم دست یافت. این 4مین نشان تیم المپیک تاجیکستان در 5مین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی می باشد. ورزشکاران تاجیکستان در 4مین روز این مسابقات موفق به کسب 3 مدال شدند. 5مین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تا 18 آگوست در کنیه ترکیه ادامه دارد.